که شاید 13 سال دوره زندگی مشترک این زوج محترم تحقق پیدا کرد، از این 13 سال 10 سالش به پرستاری، به مراقبت، به همدلی با یک جوان هنرمند بیمار سپری شد، به گونه‌ای که جناب آقای علیرضا داوود نژاد در ارتباط با این عروس خانم می‌فرماید: عروس عزیزم، تا ابد در قلب من جا داری. از وفاداری مکرمش خانم غزل بدیعی آرزوی صبر، عزت و سرافرازی دارم. اما در این چند دقیقه‌ای که خدمت حضار محترم ایجاد زحمت می‌کنم، آیه‌ای هم که در آغاز سخن خوندم، این آیه بیان کننده وضعیت و شرایط ما بر اساس قواعد و قوانین موجود در نظام